تنوع حرکتی توی پلانک رو انجام میدیم. داره لمس شانه رو انجام میده تو وضعیت پلانک. شکم باستن رو قشنگ منقبض میگیرم، دستم زیر شونمه، شکم باستن یه کوچولو باستن بیا پایین تر. آفرین. پا اندازه عرض لگنه و با یک دستم شونه دیگر رو تپ میکنم، میزنم. شولدر تپ. خب خسته شد. میره کشش سجده. لگن تو بذار روی پاشنه، تلاش کن. به خاطر کوتاهی عضلات کمر باید پیشونیت هم برسه به زمین. میبینید وقتی که پیشونی رو میذاره روی زمین لگن بلند میشه. لگن تو بذار رو پاشنه. حالا گذاشت روی پاشنه، پیشونیش به زمین نرسید. این حرکت برای کسایی که گودی کمر دارن بسیار حرکت خوبیه. کشش سجده. دوباره میخواد بره. دست آفرین کمر زیر شانه. 1 2 3 4 5 6. کمترین جابجایی به راست و چپ توی لگن رو ما داریم. شکم باستن کاملا منقبض. دستتو بیشتر بیار زیر شونه. خب عالی بود عزیزم. مرسی. استراحت.